زنده و جاوید ماند هر که نکونام زیست، که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را. این شاهبیت خواجه حافظ بزرگ را قهرمان تل آچرک ما، مرد خیرت، شخصیت برومند و محبوب و دوست داشتنی، دانشمند و وطن دوست، دکتر علمهای تاریخ، پروفسور، کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان، شهروند فخری شهر خوجند شریف جان احمدوف تمام عمر شعار زندگی خود دانسته با مهنت حلال و زندگی عبرت بخش، رفتار و گفتار نمونوی از خود نام نیک بقا گذاشتند. شهر خوجند از زمان باستان تا به امروز با فرزندان فرزانه و برومند، عالمان و ادیبان و دیگر شخصیت‌های بزرگش معلوم و مشهور گشته است. در قطار صدها نفر فرزندان این دیار، عالم و تاریخ‌نگار برجسته، محقق تاریخ صناعت مملکت، آموزگار اصیل، انسان نیکبین و خیرخواه، استاد شریف جان احمدوف ورد زبان ساکنان خوجند باستانی و اهل علم و ادب، شاگردان و دوستان گردیده است. شریف جان احمدوف 14 آگوست سال 1930 در شهر خوجند در عائله هنرمند به دنیا آمده است. پدرش ملا احمد عالموف یکی از زرگران ممتاز شهر خوجند بودند و بین هنرمندان و زرگران وادی فرغانه و سمرقند و بخارا احترام بلند داشتند. اصلاً کسب زرگری برای این خانواده کسب اولادی به شمار می رفت. در برابر این همه آنها از اهل سواد و معرفت بودند. مادر شریف جان زن صاحب فضل و صاحب احترام، بیسنگین مقصود و ناوابسته به گردش روزگار و وزنینی های زندگی کوشش می نمودند که فرزندان صاحب علم و معرفت گردند. بخصوص پدر شریف جان احمدوف که خود بارها شاهد لحظه های ناگوار و هلاکت آور گشته است و در زندگی بسیار رنج دیده است، سعی می کرد که فرزندانش از آوان طفلی به کتاب و دانش دل بندند و شعله معرفت را در دل آنها جای می کرد. شریف جان از پدر و مادر خود سبقهای زندگی و انسانی به مثل نکوکاری و آدمیت و مهنت دوستی و حلالکاری را آموخت. ایام جوانی او به سالهای سنگین جنگ بزرگ وطنی راست آمد، لیکن ناوابسته به مشکلی های پیش آمده با مهربانی های پدر و مادر سال 1946 شریف جان نورس به آموزشگاه کپراتیوی شهر لینین آباد داخل می شود و آن را با سربلندی ختم نموده سال 1949 با رازگی پدر به فکولته تاریخ دانشکده دولتی آموزگاری لینین آباد، حاضر دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف داخل شده. بعد ختم دانشکده مذکور تا لحظه های واپسین عمر در این بارگاه معرفت کار و فعالیت نموده است. استاد شریف جان احمدوف زیاد از 60 سال عمر خود را در همین درگاه گذرانیدند، یعنی از سال 1961 تا آخر عمر در همین درگاه از معلم عادی یعنی سرمعلم فکولته تاریخ فعالیت خود را آغاز نموده، مدیر کافدره تاریخ عمومی و ثانیاً به حیث دکان فکولته تاریخ فعالیت نمودند و در همین درگاه صدها شاگردان را تربیت نموده و فعالیت مهنتی روان کردند. در دست من 2 کتابی هست که در سالهای آخر عمر استاد زیر تحریر آن کس به نشر رسیده است.
ارزنامه استادان تاریخ نگار و تاجیکستان در سالهای جنگ بزرگ وطنی است. یعنی 2 سال آخری عمر خود استاد نابسته به آن که به این سن و سال رسیده باشند هم در تحقیق و بررسی تاریخ معاصر تاجیک خیلی فعال بودند. دنیا با آمدن بعد نام و نیک مانده برفتن در کار. بله، این فقط سخن نبوده بلکه در دوام عمر باثمر این انسان نجیب و در کار و رفتار او عملاً اجرا گردیده است. اگر زندگی نامه عبرت بخش این فدایی علم و معرفت را صحیفه گردان کنیم، کس در حیرت میماند که چگونه یک انسان توانسته است اینقدر محبت زیاد را به پدر و مادر، کسب و کار، علم و معرفت، همسر و فرزند و وطن عزیزش در دل کوچک خود جای داده باشد. از مشاهده و آموزش های چندین ساله خود به چنین اندیشه آمدم که واقعاً ثمره عمر شریف جان احمدوف سراپا در نیکی و نکوکاری، تربیه فرزندان صالح و نیک سرشت، تلقین علم و معرفت، کتاب و کتاب دوستی، رسیدن به قدر آب و خاک وطن و خود آگاهی و خودشناسی فرزندان این کشور تجسم یافته است. یعنی نگاه او به زندگی با چشم خیرت و نکوکاری بوده است که در ادامه این فیلم نامه هم کسبان، عالمان و عارفان زمان، دوستان و شاگردان و پیوندان شریف جان احمدوف آن را با دلیل‌ها و اندیشه های جالب و آموزنده توضیح و تصدیق می کنند. من از خوردی و مشقت کم شدم. اینم الفبا دارد که کسی که با مشقت کلام می شود، با مشقت می خواند، با مشقت دوست ها پیدا می کند، این پیر نمی شود. من چی گفتم؟ من به شما نصیحت کردم که شما از همه مهمش از پی خواندن شدن. خواهید که به سن 80 رسید از پی خواندن میشید. این خود از خود نمیشه. این جدا هم مشکل که از همون سالی 1940 که وقتی که و دانشگاه ما آمدم، از سال 50 کار علمی سفر علم آموختن در کار، لیکن و حیات با چشم خرد نگاه کنید. با چشم خرد نگاه کردن چی معنی دارد؟ معنی آن دارد که بسیار و مسئله های همه روزه، همه وقته اعتباری محض دید و زندگی اعتباری محض. خواندن در کار، این آموختن در کار، سیکل دادن در کار، لیکن آدم و آدمگیری رو از دست ندهید. و دست آوردن دنیا و هنر نیست. گر توانی یکی را دل به دست، یک آدم دوست پیدا کنید، این اهمیتش کنید. نزدیک 60 سال ما همراه بودیم. تصور کنید که هر یک سال همین نزدیک 60 سال یک کتاب الهیده تجربه زندگی، یک تجربه روزگار ثابت می شد برای ما، خصوصا که آن وقت جوانتر بودیم نسبت به استادمان. ولی ما یک حساب کتاب کردم که کسی که در دانشگاه زیاده از 50 سال فعالیت می برد نزدیک 15,000 شاگرد تیار می کند. اینها شاگردان روبرو هستند که از استاد 1 ساعت 2 ساعت نه، اقلا 2-3 فن را آموختند. این چنین معنی دارد که
شریف احمدویچ نزدیک 20,000 شاگرد روبرو دارند که نه تنها اون کس را میشناسند، احترامشان میکنند و مهمتر از همه همین که یک برده نانی که کس مییابد از قفای همین استادان، آبروی اعتباری که پیدا میکند از قفای همین استادان. استاد یک عمری بسیار طولانی و پرمعنا، عمری که سراپا برای مردم، برای معارف به سر بردند. استاد با پدر ما قبلگاهی ما بسیار دوستی و رفاقت صمیمی داشتند. ما در همین نشست و برخاست ها در حلقه های استادان، من در سالهایی که 10-12 ساله بودم، یعنی قریب 50 سال پیش استاد را بار اول دیده بودم. از همون دوره در یادم سخت نقش بسته است، چون که استاد همون صفت های بسیار خوب، ذاتی، خانوادگی، اجدادی و میراثیشان در همون چهره ظاهریشان بسیار روشن تجسم یافته بود. هر کسی که در صحبتشان، در حضورشان میشد، زود از اون آدمیت، یک مناسبت بسیار حلیمانه و مناسبت بسیار مؤدبانه، با فراستانه، با نزاکت اون کس زود در تعزیل تاثیرشان قرار میگیرد و به اون کس اخلاص پیدا میکرد. استاد تا جایی که من آگاه هستم در خانواده شخصان بسیار با فرهنگ، با سواد به دنیا آمدند و از خردی همون تربیت قدیم اجدادی، تربیت بسیار اشرافانه خانوادگی تاجیکانه را گرفته بودند. بنابراین یک شخص بسیار با تمکین، با تحمل، دوراندیش، دانشمند، بغیر از دانشمند و فاضل بودنشان بسیار انسان دوراندیش، با تمکین، با تحمل بودند. هر سخن 365 طرفش اندیشه کرده بعد سخن میگفتند و تجربه‌ای که در زندگی داشتن، اون تجربه هم امکان میداد که ما از استاد در طول این شناسایی که قریب 50 سال است یگان دفعه یک سخنی ناجا، یک سخنی نازیبا، یک سخنی دغل نشنیدیم، یا یک معامله‌ای که به حسیات اساس یافته باشد، یک معامله‌ای که سر شده باشد از خشم و جهالت باره مشاهده نکردیم. بزرگواری به مورد فرموده که صاحب هنری که با تمیز است در دیده مردمان عزیز است. تصدیق این گفته ها را ما در رفتار و گفتار و کار و زندگی عبرت بخش شریف جان احمدوف همچون عالم، استاد، دوست، پدر و همچون انسان دیده می توانیم. تمام حیات و فعالیت این شخصیت نکونام برای رواج و رونق علم، تدقیق و آموزش تاریخ وطن، بقای صلح و وحدت میان جامعه صرف شده، با خصلت‌های نجیب، پندار و گفتار و رفتار نکو در دیده همگان عزیز و محبوب و صاحب احترام گشتند. من استاد را همچون یک دانشمند ساحه خود، همچون تاریخ شناس، همچون انسان بزرگ پیش از همه میشناسم و دوست میدارم از آن جهت که خصلت‌های بهترین انسانی را من در سیمای این کس دیدم. تا امروز تصور کرده نمیتوانم که این خیلی انسان را باز پیدا میکرده باشم یا نه. دوم خصلت بهترینشان آن بود که دروغ نگفتند و حق یگان کس را نخوردند. معلم ما با رفتارشون، با کردارشون همین گونه شخص بودن، همین گونه شخص نکوکار، میهمان نواز، معرکه زیب، معرکه آرا، صحبت آرا بودن. جان و دلشون شاگردان پیوندان بود. از صحبتشون گل شکر میکرد. اینقدر انسانی مثلا دوراندیش بودن، اینقدر انسانی شیرین گفتار بودن. من از آن خوشبختم که با معلم سالهای سال همکار بودم. از دانش و فضیلت‌های این کس بهره ها بردم. کتاب‌های این کس را بسیار خوندم. از دانش و تفکری وسیع استاد با خبر بودم. زندگی معلم
یک مکتب آموزش حیات برای همه ما میباشد. استاد شریف جان احمدов از مورخان شناخته کشور محسوب میافتند، لیکن محبت و اعتقاد خاصی به زبان و ادبیات نیاگان هم داشتند و شاهد این گفته ها آن هم بوده میتواند که در دست شما کتابی هست پیراهه های حیات پرثمر زمان و آدمان. یک بخش همان کتاب هم نصیحت به فرزند است و آنجا استاد بهترین ابیاتی که در دوام فعالیتشان از آثار بزرگان هم ادبیات شاعران کلاسیک و هم ادیبان معاصر گردآوری نمودند پیشنهاد نمودند. در صحبت هایی که ما داشتیم نصیحت های استاد در اطراف چند نکته دور میزد. اولین نکته ای که استاد تکرار به تکرار تاکید می نمودند احترام نمودن استاد بود، با جا آوردن حق استاد بود. تاکید میکردند که نخستین استاد این والدین است، پدر و مادر است. چون ما استاد میگوییم باید اولا پدر و مادر را در نظر داشته باشیم و احترام و عزت پدر و مادر را به جا بیاریم. و استاد بسیار ممنون بودند، سپاسگزار بودند و درود بر روح پدر و مادر بزرگ خود میفرستادند که در تشکل شخصیت استاد شریف جان احمدov پدر و مادرشان سهم بزرگ دارند. و همین دعای به نظرم مادرشان بود، دعای پدرشان بود که استاد بینید که تا به درجه دکتر علمی تاریخ رسیدند. خب در مرکز بزرگ مسکو اسپرانتوری مسکو تحصیل نمودند. زیر راهبری اکادمی قهرمان تاجیکستان باباجان غفورov رساله دکتری حمایت نمودند. این گمان میکنم شرافت دعای پدر و مادرشان است. در قطار پدر و مادر استاد همیشه از استادانشان، از استادان دانشگاهیشان، از استادانی که در مکتب میانه تعلیم داده بودند، از استادانی که زیر راهبری آنها رساله های نامزدی و دکتری حمایت نمودند و همیشه میگفتند که هم در زندگی و هم بعد از در گذشتن همیشه باید یادی استاد کنیم. نکته دیگری که در نصیحت‌های استاد، در صحبت‌های استاد همیشه در محور صحبت قرار داشت این احترام کردن کتاب بود. استاد میگفتند که کتاب را باید احترام کرد، زیرا کتاب است که انسان را شخصیت میسازد، از انسان‌های عادی شخصیت میسازد. نکته دیگری که در صحبت‌های استاد همیشه مورد بررسی قرار میگرفت این دریافتن دوست و احترام کردن دوست و نگاه داشتن پاس آشنایی و پاس دوستی است. هرچند سنشان به 90 رسیده بود لیکن باز هم میآموختند، باز هم احترام و اعتقاد به نیاگان، به ادبیات نیاگان، به تاریخ داشتند. یکم خصلت بزرگ انسانیشان این خاکساری بود. استاد برای شاگردان دائم صمیمی. استاد یگان بار در دوام من زیاده 40 سال قطعی همراه کار کردگی باشم، یگان بار درس به دیر ماندگیشان نی. در وقتش آمده درس بگذاشتم. بعد از درس حتی شاگردهای دعوت میکردم، با آنها علاوه درس میگذاشتم. استاد چقدر وقتشان باشد برای شاگردان صرف میکردم. مسئله تازه کاری با این فکری نه تنها من، تمامی سابقه داران، تمامی شاگردان که 60 ساله که استاد کار میکردن تیار کرده بودن شاگردهای نه تنها برای تاجیکستان، بیرون از تاجیکستان درباره تازه‌کاری استاد فقط در کجا شنیدم هم نمیگفتن. در قدم استاد تازه بودن. برای همون شاگردان بعد نصیحت میکردن که حلال کار کن تو، با وطن صاف دلانه صادقانه خدمت کن تو. گفته تنها ما با همون نصیحت میکردن. زندگی و کار و پیکار استاد شریف جان احمدov واقعا آموزنده و نمونه عبرت است. در بین عالمان و همکاران و شاگردان با خاکساری و مهنت دوستی و حلالکاری و انسان دوستی و استاد سختگیر و پاکیزه کار، آبرو و احترام بلند را صاحب بودند. در همه محفل و چاره‌بینی ها عالمان و عارفان زمان او را همچون مرد فاضل و پاک دل و دانشمند وصف می کردند. از بین خلق برآمده هستی خود را بهر خدمت به خلق و وطن بخشیده هزارها نفر فرزندان مردم را صاحب معلومات گردانیده راه نجات در زندگی آموخته است. ما از استاد کار یاد گرفتیم، علم یاد گرفتیم. همیشه در پهلوی کارشان که معاش میگرفتن، استاد میگرفتن، همیشه کار جمعیتی داشتن. این یک مکتب بزرگ است.
خدمت‌هایی که در نزد خلق کردند، در نزد وطن کردند، یک آدمی به اعتقاد بودند، به دولت، به حکومت یک صداقت علاهیده داشتند و مهمتر از همه این است که هم با کتابشان، هم با شخصیتشان، هم با درسشان و هم با عائله‌داریشان مردم ما را تربیت و تعلیم دادند. من شریف جان احمدوف رو همچون پایه‌گذاران همین دانشکده امروزی ما میگویم. اولا شریف جان احمدوف همچون یک شخص خیلی پاک‌ضمیر با معنای تامش استاد کاری خود، همین معلم با معنای تامش شریف احمدوف بودن. اون کس همین هر یک درس را با تیاری، با یک دلیل های نو اصرار می بردن. من همین درباره همین تعلیم اون کس همین می آمدن. البته هر یک درس خود یک مواد نو گرفت می آمدن و موادها برای معلمان همچون یک نمونه عالی درس، همچون واسطی عیانی استفاده می بودند. استاد شریف احمدوف عالم بسیار ورزیده هستند و در تحقیق بسیار مسائل های پرمحتوای علمی به مانند خب صنعت کنونی تاجیکستان و همچنین در پژوهش تاریخ دانشگاه سهم مناسب خود را گذاشتند و باعث تذکر است که اما سالهای 50 60 در ولایت در تاجیکستان بسیار صنعت کنونی با سرعت جریان میگرفت و در نزد محققان تاریخ وظیفه می‌ایستاد که همین روند از نقطه نظری تاریخ آموخته شود و یکی از عالمانی که همین رسالت را اجرا کردند و بسیار سربلندانه اجرا نمودند شریف احمدوف میباشند که هم روند صنعت کنونی و هم روند تشکل صنف کارگر را آموختند و سهم مناسب خود را البته در تدقیق این مسئله گذاشتند و خاصه که امروز این مسئله خیلی مسئله عمده است و با تشبث و هدایت اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام رحمان امروز صنعت کنونی مملکت همچون هدف چهارم استراتژی مملکت اعتراف شده است، معین گشته است و در دوره معاصر نیز تحقیقات استاد احمدوف ارزش زمانه خود را گم نکرده است. استاد بسیار شخص حلیم بودند، بسیار انسان نیک بودند، صمیمی و براستی باری ندیده ایم که استاد با آواز بلند صحبت کرده باشند. همیشه با یک خصلت خوب، با یک صمیمیت خاص، با یک حلیمی خاص به شاگرد با همکسبان خود مراجعت میکردند. استاد شریف جان احمدوف به معنای تام سخن انسان بزرگ بودند، دانشمند فاضل بودند، با فضیلت، دانش و تفکر جهانبینی وسیع خود در تعلیم و تربیت نسل نورس خدمت‌های ارزنده به خرج دادند. من در پهلوی استاد شریف جان احمدوف نشسته اون غمخواری، دلسوزی که اون کس نسبت پیشرفت تعلیم و تربیت درست با راه ماندن جریان تعلیم و تیار کردن متخصصان عالی تخصص بلند صفت جانکاهی میکردن، جانبازی میکردن، با چشمان خود دیدم. در تمام جلسه های عالمان فاکولته تاریخ و فیلولوژی معلم با یک دلسوزی برآمد میکردن. عجیب که همه‌ایش سخنشون نرم و شیرین بود، سخت عصبی نمی شدن. با یک تمکین، با یک وزنینی مسئله های اصولی تعلیم و تربیت را به میان گذاشته برای تربیت شاگردان خود جاننثاری میکردن. شاگردان استاد احترام میکردن. یکمش که استاد به نسبت شاگردان خیلی سرطلب بودن، در یک وقت صمیمی هم بودن. درس هایی که استاد میگذاشتن خیلی اهمیت علمی و تربیتی داشت. استاد در دوام درس بسیار ادبیات های نو استفاده می‌بردن. وقتی که درباره تربیتی گپ میزنیم، استاد در دوام درس خوش میکردن که مسئله تربیت وطن دوستی، خویشتن شناسی، خودآگاهی ملی اعتبار مخص میدادن. هر یک درس استاد برای ما یک عبرت نمونه بود.
که استاد 3 زبان به درس میدادن، زبان تاجیکی، زبان ازبکی، زبان روسی. که بینید در استاد البته دستشان به یکمش که بی‌عیانیت و نمی‌دراندن. خریده سیاسی جهان دائم بود. از مسکو آوردگی کتاب‌های روسی ما به نشان میدادن، میگفتن که البته این به تکیه کنیم. حتی کتابایی که آن که زکس میکردن به مسکو، همون کتابای حتی بیبلیوتک دانشگاه با البته تقدیم میکردن که اینا استودنت‌ها استفاده برند بوده. خودی استاد برای ما نمونه عبرت است. تازه ترین استاد، راستکار، راست قول، راست گوی، حقیقت جوی، این خصوصیت های بهترین استاد به حساب می رود. استاد شریف جان احمدوف در دوام زندگی و فعالیت کاری خود اثبات نمودند که پاکیزگی ظاهری و باطینی این تجسمگری انسان دوراندیش و صاحب معرفت است و ناوابسته از گردش حوادث روزگار با دست و دل تازه و فکر و اندیشه تازه این رسالت را در عمل اثبات نمودند. در نگه داشتن آداب، در نگه داشتن عزت شخصان دیگر، شرف شخصان دیگر خیلی نازک می رفتن. بنابراین اون کس هم در بین مردم چون یک شخص با شرف، با وجدان، با انصاف، عادل، دانشمند شهرت داشتند و مردم اون کس از روی همه خصلت‌ها خیلی صمیمانه احترام میکردن. خوشکاری ها رو هم در تعلیم، هم در تربیه و هم در زندگی خصوصی ما از استاد آموختیم. از همه جهت مکتب عبرت آموز بودند. یعنی یک حقگزار و حقجوی و حقشناس و حقرو بودند و من گمان میکنم که اون عمر پرمعنایی که استاد به سر بردن نه فقط حاضر دیروز امروز آینده هم برای همه ما مکتب عبرت است. در سیمای این انسان تمام صفت‌های بهترین انسانی تجسم یافته است. استاد از جمله عالمان بسیار زبردست جمهوری تاجیکستان، از جمله منیرترین اختران علم تاریخ شناسی معاصر تاجیک هستند. در برابر این مرد بسیار فاضل، مردی که به مسند بلند انسانی رسیدند، آدمگری خیلی بلند دارند. این از همه مسند اولا است، نه همه کس به این رسیده میتواند. بابایم چهره مالامال از نور و شادی و سرور و قلبی سرشار از محبت نسبت به آدمان داشتند. با زبان شیرین، لطفی خوش، عالی همتی و خصلت‌های خوب انسانی در دل پیر و جوان از گوشه و کنار تاجیکستان جای گرفتند. بابایم قوت و هستی خویش را نه به منفعت خود بلکه تنها به منفعت خلق و وطن خود، تنها به منفعت اهل جامعه بخشیدند. من از بابایم درس آدم و آدمگری، خاکساری و پاک وجدانی و مسئولیت شناسی و وطن دوستی را از بر نمودم و در این جاده من تنها نیستم. می توانم نام همه نبیرگان را به زبان آورم و که هر یکی آنها با افتخار خود را نبیرگان شریف جان احمدوف می حسابند. با دل پر گفته می توانم که بابایم با نوازش ها و مهربانی های خود نسبت آچه جان عزیزم به هر یکی ما مهر و محبت و عشق را در دل ما جا نموده اند. دوست داشتن و جان فدا بودن را ما از بابای آچه امان آموخته ایم. در زندگی شریف جان احمدوف و اهل خاندان او کتاب نقشی خیلی مهم دارد. وقتی که وارد درگاه استاد می شوید شما را از 4 سو کتاب احاطه می کند. در این کتابخانه صدها کتاب‌های نادر جمع آوری کرده شده است. کتابخانه و کتاب دوستی هنوز در سالهای دانشجویی در دل استاد موا گرفته. محبت به کتاب و علم و معرفت شریف جان احمدوف را از معلم عادی تا به کمالات علمی اولا
نامزد علم تاریخ و بعداً با مشورت و راهنمایی اکادمیک باباجان غفورов به حمایه رساله دکتری رسانیده تا واپسین لحظه های عمر کتاب مونس و رفیق بی منت استاد بوده است. تقریبا یک 50 سال باز معلم عزیز را من میدانم. این مابین 50 سال همیشه در دستشون کتاب بود و در ماه فوریه وقتی که من در خوجند بودم رفتم معلم رو زیارت کردم و در یانشان و یا بستری بودن در یانشان شده انچه صحبت کردیم بینم که در دستشان کتاب آخرانی که نوشته بودن به نشر برآمده بود. کتاب درباره جنگ بزرگی وطنی و اشتراک شهروندان تاجیک در این جنگ. هر وقتی که من می آمدم حتما با معلم یک کتاب خود را ها از نیویورک درباره اشتراک تاجیکستان در سازمان ملل متحد ها از پکین می آمدم درباره رابطه های تاجیکستان و چین. همیشه سوال اولین در واخوره ما درباره کتاب و درباره نویگری های نو بود. حیران شدم آدم به 90 رسیده است لیکن قلمش تیز، فکرش تازه و درباره مردم خود، درباره شهر خود، درباره جامعه خود فکر می کند و خواهان آن است که هر یک لحظه های تاریخی که هست همون را به کاغذ ماند و برای نسل نورز تقدیم کند. باباکلانی عزیزی من، هر لحظه‌ای که ما به عیادتشان می آمدیم از لحظه‌های بچگی خود که در سالهای جنگ بزرگ وطنی یعنی در سالهای 40 عصر گذشته به حساب می آید نقل می کردند. از همان روزهای وزنینی که به سر خلق تاجیک آمده بود به هر یکی ما به ابیرگان نبیرگان نقل کرده می گفتند که تنها با راه راست، تنها با عدالت و تنها با وطن دوستی و میهن پرستی در زندگی روید. و ما ابیرگان همه وقت از آوان خردسالی با این پند و نصیحت‌های باباکلانم به وایه رسیدیم. برای هر یکی ما این مکتب اولین بود، مکتب حیات، مکتب آموختن، برای از بین نرفتن رسالت های انسان دوستی و یکدیگر فهمی، برای احترام نگاه داشتن همه آن خصوصیت هایی که در مردم تاجیک است، همه آن عادت هایی که ما داریم در عائله ما داریم. باباکلان ما را از همین از آوان کودکی به خواندن کتاب ها، به خواندن کتاب های تاجیکی، به خواندن کتاب های همه عالمان ورزی تاجیک، اینچنین به خواندن کتاب های خودشان هم ما را پیروی میکردند. همه وقت میگفتند که وقتی که تو گپ کلان را گوش میکنی در زندگی دور میروی. من با شریف جان احمدویچ پدری بزرگوار عالمی ورزیده اکادمیک حیات دوستگی پیدا کردگی ما با شرافت عالم جان فرزند عزیز و مهربانشان ما یک باره راست آمد 4 ماهه با کرسی تکمیلی به شهر مسکو به خواندن رفتیم. عالم جان به اکادمی خواجگی خلق، من به اکادمی ساحه طبی به نام سیچنف. در 4 ماه تکمیلمان با عالم جان چنان با یکدیگر دوست شدیم که دوست ابدی شدیم. بعد از تمام کردن آمدن یک چند مراتب وا خوردیم، یک چند مراتب سفری سیاحتی کردیم. معلم من گفتن که ملا عیسی خواجه شما هم فرزند من، فرزند کلانی من حساب میشوید. عالم جان کری بسیار دوستی ها ما زیاده از 40 سال بازکن ما دوست هستیم
ما با معلم در همه جشن‌های شهری ولایتی دویم همراه می رفتیم. در سفرهای دمگیری سفرهای معالجه دویم همراه بودیم. یک چیز من خاطر رسان کردم در کار که من عالم جان به دوستگی و بسیار مستحکم شدگیشم که فرزند انا همین خیلی باشد باید که پدر برای معالجه کردن چشمشان 8 مراتب تاشکند گرفته بردیم. از آنجا آمدن چشمشان 97% میدیدگی شد. باز من کتابشان نوشتن به دوام دادن. بسیار خرسند شدن و بسیار دعا میکردن. برای دوستهای معلم باز نزدیکتر کردن عالم جان همه وقت در خدمت بودن. معلم همه وقت نصیحتشان همین که دوست حرمت کنید. به دوست زندگی کردن معنا ندارد دائم تکرار میکردن. شریف جان احمدوف در برابری به قله های بلند علم و معرفت شرفیاب گشتن روزگار آموزنده و عبرت بخش دارد. برایش ایجاد کردن و نوشتن اثر و مقاله های علمی و عاموی بهترین محصول عمر اوست. محصول ایجاد استاد شریف جان احمدوف زیاده از 15 مونوگرافیا و کتاب و اثرهای برجسته، بیش از 400 مقاله های علمی تدقیقاتی و علمی و عاموی عاید به تاریخ صناعت و ساختمان دوره نو در تاجیکستان بخشیده شده، 10 راهنمای تعلیمی برای دانشجویان آماده نموده است. در برابر این اشتراک در کنفرانس و همایش های بین الخلقی، عمومی اتفاقی، جمهوریوی و معرفی علم تاریخ نگاری تاجیکستان یکی از سمت‌های مهم فعالیت علمی و ایجادی او محسوب می‌یابد. علاوه بر این استاد شریف جان احمدوف با همت بلندی خود نمونه برای دیگران میباشند. به فرموده شاعر همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند. یکم اقدام نجیب و خیرخواهانه استاد این بود که صدها عدد کتاب و هزارها عدد مجله های علمی را از کتابخانه شخصی خود به کتابخانه دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفورов سپاریده تاکید داشتند که با مقصودی که آینده از همین کتاب استفاده برد، همین کتاب خواند و داند، همین کتاب رو من سپردم. این مقدار این کتاب زیاده از 600 من آینده با میسپارم. در اینجا اصلا چی‌های تاریخ، کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های تاریخی صنعت، تاریخی صنف کارگر، تاریخی متدیک تعلیمی تاریخ و دیگر کتاب‌هایی که برای من قیمت حساب میشد، برای استودنت‌ها من توصیه میکنم و تقدیم میکنم که آینده اینها بهره مند شوند و یک در جمعیت ما خدمت کنند. اقدام دیگری نجیب و جوانمردانه و وطن دوستانه استاد بخشیده به اعلان گشتن سالهای رشد هنرمندی و سیاحی، این به طور رایگان هدیه نمودن همه اشیاهای زرگری و محصول هنر اجدادی و نادرترین اکسپونات ها که 100 ساله ها از نیاگان به میراث مانده بود به آثارخانه تاریخی ولایت سوخت می باشد. این چاره بینی با اشتراک فرزندان و نبیرگان و عبیرگان استاد برگزار گردید و آن لحظه ها هر کدامی را حس افتخار از همت بلندی بابایشان و از میراث غنی اجدادانشان فراگیر بود. برای غنی گرداندن خود آثارخانه شخصیت ها هستند که برای این سهم میگذارند و یکی از سهم گذارنده گوشه نمایشی هنرهای مردمی و اسبابهای مردمی این استاد شریف جان احمدوف بودند که استاد از بایگانی خود از نام اولاد و از نام پدرشان اسبابهای زرگری که باباشان بابا کلانشان پدرشان با این اسبابها همچون زرگر کار میکردن آن را به آثارخانه تاریخی ولایت
رایگان به ما دسترس کردند. این گوشه نمایشی ما امروز خیلی سهمی باسزا دارد. امروز ها که برای رشد ساحه هنرمندی کارها که پیشرفت ایستاده است، این گوشه برای انمون هنرمندان، برای سیاحان، برای تماشابینان، برای هنرمندان نه تنها وطنی ما، بیرون از وطن بسیاری ها آمده با همین اسباب ها از نزدیک شناس شده ایستادند. این خیلی اسباب های زرگری که بیشتر برای استحصال محصولات زرگری کار می‌بردند، این چیز ناتکرار است و امروز آن را همچون نمونه گرفته از آن اقتباس گرفته با این خیلی اسباب ها کار کرده ایستادند. امروز بسیاری از مهمانان، بسیاری از شخصیت های بزرگ آمده از این گوشه نمایش ما دیدن میکنند و البته نام استاد را، نام پدری آن کس را، نام اولادشان را باز یک بار دیگر نامبر میکنند. شریف جان احمدوف با مؤسسه ما خیلی همکاری قوی داشتند و همیشه آمده به ما مصلحت ها میدادند، در کنفرانس های علمی ما اشتراک میکردند. استاد بسیار هم زیباپرست بودند. استاد برای ما یک نمونه عبرت حیات زندگی هستند. در برابر کامیابی های علمی و ایجادی و فعالیت پرثمر مهنتی، استاد شریف جان احمدوف همراه همسر مهربان خود قمرنسا احمد و 4 نفر فرزندان صاحب معرفت را تربیت نمودند که در ساحه های گوناگون فعالیت می کنند و ناوابسته به آنکه آنها نیز به کمال زندگی رسیدند، همیشه از روی مصلحت و نصیحت های پدر عمل نموده از روزگار و زندگی پدر و مادر سبق می بردارند. درخت پرثمر زندگی و سعادت روزگار شریف جان احمدوف و همسرش قمرنسا بغیر از 4 نفر فرزند، اینچنین 13 نبیره، 33 عبیره و 2 چبیره می باشد که همگان از روزگار عبرت بخش پدر، بابا و بابا کلان افتخار می کنند. پدرم در طول همین قدر سالین زندگی یکم مراتبه به تو مراجعت نکرده به مادرم. هم یکم چیز به رنجیدگی باشنم به شما مراجعت میکردن یا اینکه همراه خوراک میخوردن تا پدرم از کار آمدنه مادرم انتظار پایده میشتن که پدرت بیا ما همراه میخوریم یا اینکه فقط به ما میگفتن که همین آرامانه زندگی کردن را یاد گیرید، فرزندای شما اینو یاد میگیرد از شما. من همین خرسند هستم که زندگی از زندگی مادر و پدرم عبرت گرفته بردم. من زندگی ما پرفیض با برکت، من با همسرامو با حرمت و احترام هم خیلی که راه زندگی و پدرم مایه هم خیلی هدایت کرده، ما هم راه هم که میریم. ما زیاد از 40 سال می شود که من داماده همین خاندان، لیکن همین طول همین سالها یکم مراتبه از همین پدر، از مادر، از دادران نشوندیم که کلمه داماد. پدر فقط می گفتن که پسرم، مادرم پسرم می گفتن، چون که وقتی که من اویله دار شدگی بودم پدر نداشتم. من جای پدر به پدر شدن. پس از یک چند مدت مادر گذاشتم مادر. این کس نهایت انسانی که تمام هستی خودشون فرزنده بخشیدگی آدم. ما فخر میکنیم. فخر میکنم که از اینها بسیارتر من با عائله خود بسیارتر نصیحت ها شنیدم، بسیارتر درس های حیات آموختم، چون که ما در خدمتی همراهی عائله در خدمتی این 2 شخص بودیم تا دامهای آخرین. ما تا کوشش کردیم که به اینها خدمت کنیم. امروز من نتیجهش دیدیم که ما با دعای اینها به چی دستاوردها مشرف شدیم. نصیحت کردیم، میگفتن که آبروی گرفتن این بسیار مشکل، این مانند میکردن که آبروی جمع کردن این به مانند در دامن ارزن جمع کردن. اگر همین ارزن پرافته فسانید پیش با خورید زندگی به، یعنی که آبروتون ریخت گسته وای جاش با آوردن
امکانیتش نیست. دعای هم پدر و مادر بود که من به درجه های بلندی صنعت، من کارهای ایجادیم در اینجا هست. کندال من سیمای پدر و مادر رو در بخشیده به 80 سالگی زادروزی اینها شبی همین جشنشون ما همینه برآورده سپردگی که در وقتی در حیات بودنشون من نتیجه مهنتی آنها، نتیجه مهنتی خودم یک بار نشان دادم که فرزند آنها با کدام درجه ها رسیده است. این هنر من برای من از بابایم زرگر بودن و هر یک نازکی که زرگری میکردن نازکی های کسبی همونهای آمیختگی. بعد دویمش کسبی مادری که اینا گل کاری میکردند و دوزندگی میکردن، چیوری میکردن، همینجا گل به گل کردن گل ها، متای رنگ هاش، همین به من یک تاثیر رساند که من صنعتی آرایش عملی، صنعتی منی نقاشی رو آموزم و همین خیلی درجه ها. و این البته با دعای پدر و مادر این هم تو نمیشه. Однажды, выбрав историю как предмет своего исследования, мой Белоколон вложил туда всю свою творческую энергию и профессионализм в развитии истории Таджикистана, давшему надежду на будущее огромному количеству учеников и ученых. И, конечно, в наши дни мы видим, что огромное количество, так скажем, десятки его учеников продолжают начатое Белоколона дело, и сотни тысяч людей видят в его лице замечательный пример служения Отечеству, знание языков, наук, порядочность, уверенность в себе и искренность Белоколона всегда были для меня примером для подражания. И, конечно, я понимаю, что за свою нелегкую жизнь он увидел многое, но, несмотря на это, он также многое вложил в историю таджикского народа, за что я очень горжусь, что я его правнучка. در تربیه فرزندها به درجه بلند یگان مراتب در حیاتشون یگان فرزندشون رو نرنجاندن، یگان سخنی بد نگفتند، به یگان استودنت سخنی بد نگفتند. عالمان رو به درجه بلند حرمت فروتن بودن، حرمت و احترام میکردن. عالم است میگفتند. آرزو میکنم که همین خیلی انسان ها در جمعیت ما زیاد شوند. پدری بزرگوار همه وقتی که ما تیز با میخوردیم بسیار نصیحت های پندآمیزانه میکردن. یکی از روزها به من در تنهایی گفتن که شما همچون فرزند کلان یک گپ دارم، رفتن این قانونی زندگی است، شما باید حتما بعد رفتن من اویله رو سرداری نمایید. در جواب من گفتم پدری مهربان، شما حالی سالهای طولانی باید سرداری ما باشید. بعد این گفته ها به خیال چقور افتادن و گفتن که 4 مصرع شعری عمر خیام کتی قانون زندگی را به من نشان دادم. آنان که کهن هستند و آنان که نوند پسی همدیگر یکایک بیشوند. این ملک جهان به هیچ کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. بعد همین گفته ها من به تقدیر خود تن دادم و قانون زندگی را یک بار دیگر درک کرده به پدر وعده دادم که پدر مهربان شما باید خاطر جمع باشید، آینده کار و عمل و رفتارهای نیک و بی‌غرضانه شما در راه تربیت فرزندان، در راه یار و دوستان درک کردن و قدر کردن و علم و معرفت نسبت نبیره ها دوام دادن، اینو با شما وعده میدیم. برای خلق وطن از تحت دل خدمت خود را دریغ نمیداریم. اهم نصیحت قیمتشون این بود که فرزندانم شما باید متحد شویدون، فرزندانم باید شما دوستداری دوستان باشیدون، فرزندانم باید شما علم را پیشه کنیدون،
фарзандонам бояд шумон накӯкор боштон, фарзандонам бояд шумон дӯстдори ҳунар боштон. кадом касе ки барои худ илмро сипар кард, вай хатман дар оянда ба мақсади худ мерасад. ман дар бораи падарам ҳалолкоришон ман рӯзҳои рӯз соатҳои соат гӯям ҳам кам. вақте ки падарам дар Москав мехонданду 1 сол ба 1 маротиба меомданд, бо дар ҳамон вақт ғоибхонаро даст мегузоштанд. 1 сол 1 маротиба омда инҷо дамгириве не омда 40 рӯз ғоибхонаҳо дарс мегузаштанд. дар ҳамин вақт аз гуфти нақли падарам ҳамина ман ба нақл карда доданд ки вақте ки як ғоибхон фарзандашон бемор шудасу аз падарам иҷозат гирифта ба ноҳияи шаҳристон 3 рӯз маълим ҷавоб диду ман ҳамҷур равам кӯдакам бемор гуфта ҷавоб гирифтиян. хай падарам гуфтиян ки ҳамин 3 рӯз ба давоми 3 рӯз ҳамин мавзӯъҳои тайёр карда биед. он кас мерану баъд аз 3 рӯз ба мо як халтачаи сафед мебиёранд ки ман хурсанд давраи бачагӣ давраи қуруд барои ҳама бача чизи беҳтарин ҳисоб мешад. давида буромда раҳмат гуфта гирифта даромдам ина маълим ба тиду раҳмат гӯед гуфта. падарам аз кор омадану ман давон шодӣ карда рафтам ки дадо ин ҳамин қуруда ғоибхонатон оварда доданд. гӯям нигоҳ карда гуфтанд ки ман вай ҷавоб додам, ман мавзӯъ додам ки тайёр карда биё гуфта, ман қурут биёр нагуфтам. ду ман ҳозир бачам ҳамин модарат кати ҳамин ман ҷои истиқомат мекардагиша мегӯм ту ҳамин қуруда буда метӣ. ман гуфтам ох торик шудаги бевақт шудаги не буда метӣ. агар ки ман ҳозир ин қуруда гирам вай ин дафъа бо аин калонтарша мебиёрад. ман сони вай гирифтанам тайёри биёд عادت میکنید. شما همین درس شود که همین گشتن در کار نی. من و مادرم بیگاهی روز تاریکچه همینو بوده دادیم. این بسیار این حالت ها. من مثلا همین می اومدن بیچاره پدرم هم تو از کته ها همین تر از غایبان 8 ساعت درس گذشته می اومدن دو آخر همین یگان دانشجویان بوده میمونم میگفتن نه 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 من ماشین دانشجویی که نمی بیام. من به جوابش دادنم در کار. یا این یکم بهای نظم ماندنم در کار من پیاده گشتم من به بهتر میگفتم. با یک من و یه خودم گویم که حلال کاری پدرم بینید که سال 1973 من دانشگاه داخل میشدگی گویدو. وقتی که من همون سال داخل میشدگی دادم مدیری کافدره همین رخصتی مهنتیشونه همون محبه گرفتن که من خانه میشنم تو امتحان میسپرید داخل شیوه من اکن دلم زیخ که چو این خیمه شد کن داد چه خیمه شد نه اگر که تو خودت امتحان سپرده توانی میتوانی نتوانی اگر مدرت پایین دوزنده میشی. من سال 73 سه امتحان اول 4 سپردم 4 امتحان از تاریخ از فن پدرم. همین وقتی که من امتحان سپرده همین برآمدم گریه کردم که من همونجا همه دیدم که امتحان سپرده تمام نخواد این که پدرم همینجا کار میکنه نو من همین بازو مشقت چات چاره گفته برام همون معلم و شاگرداشون گفتن که ایه استاد ما گپ نزده نو شما داخل میشته که تا نیو من گفتم ها اکرم خیر من خیریت داخل شدم اینجا اومدم گفتم دادو جان چو یک دهان هیچ کی نگفتید من خیلی امتحانم سپرده برآمدم ترسیدم که به ناگاه نفتم که هیچ گپ نی بچم داخل شده تانی میتونستی نتانی مادرت پایین دوزنده میشدی. همین امتحانای من خودم سپردگی 1 ماه پدرم تا امتحان سپردنی من خانه شدم که یگان کس التماس نه التماس نکردم من خودم داخل شدم. انی حلال کاری نمی پدرم همه مهر و پدر و مادر رو نسبت فرزندان با قوه آبی که
санги осиёбро мегардонанд бо ҳамин баробар мекарданд то ҳамин қадар меҳру муҳаббати падару модар нисбат ба фарзанд ҳамин қадар қувват доштааст. падару модар ҳамаи фарзандҳоро як хел дӯст медорад. худа мо падару модар шудем, ҳамин чизро мо боз фаҳмидем, лекин аз рӯи хислату услубу одобу рафтори падар ба фарзанд бо ҳар як падару модар ба ҳар як фарзанд бо як алоҳида меҳр дорад. ҳамин шахсан ҳамин меҳри падарамро модарамро хусусан падарамро ман ба худ эҳсос мекардам ки он кас ба ман як алоҳида меҳр доранд. яке аз лаҳзаҳое ки дар хотирам ҳасту дар давраи бачагим шудагӣ буд, аз тамоми умр аз ёдам намеравад. то имрӯз аз ёдам намеравад. ҳар як сухан, ҳар як лаҳза, ҳар як гап дар ёдам ҳаст. тахминан ман 5 сола будам ки падарам ба Москва ба аспирантура рафта буданд. мо инҷо ба қади бобо, модаркалон, модарам ва дигар фарзандон будем. дар як сол ҳамагӣ 2 маротиба меомаданд падарам. аз ин зиёд омадан ба гапа росташа гуфтан дар кор шароит набуд, мумкин маблағ набуд, барои ҳамин ҳамагӣ 2 бор меомаданд барои зиёрати падару модарашон ва аз аҳволи фарзандону модарам хабар гирифта мерафтанд. моҳи апрел буд вақте ки падарам ҳамагӣ ба 3 рӯз 4 рӯз меомаданд. вақте ки омаданд мо бо бародари калонӣ раҳимҷон чилакбозӣ карда аз ҳамин чилаки ман шишаи терезаи хона шикаст. баъд бегоҳи падарам омадану ҳама моя ҷамъ карда сарои мана сила карда бо дасташон гуфтанд ки писарам шумо кори нағз накардед. ва гуфтан дар кор ки аз хурдии падарам модарам ба ҳамаи мо то охир, то рӯзҳои охир ҳама вақт шумо гуфта муроҷиат мекарданд. аз ҳамин бачае ки берӯи абержон ки гаргаҳвора ҳаст то одами калон фақат шумо гуфта муроҷиат мекарданд. ҳамеша одат доштанд. модарашон ягон бор ту нагуфтанд, модари мана ягон вақт ту намегуфтанд. ҳамехел одати услубу одоби бисёр баланд доштанд ки шумо мегуфтанд. баъд гуфтанд шумо писарам кори нодуруст кардед. ман дар хондан дар роҳи дур инҷа бобою модаркалонтон ҳастанд, ҳамсояҳо бо ягон шикоят кунанд аз обрӯи мо чӣ мешавад? гуфта падарам манро ҳамагӣ насиҳат карда буданд, назаданд. умуман дар ҳаёта мо ягон фарзандое он кас намезаданд ва бо овози баланд ҷанг намекарданд. дар ҳамин вақт ёдам ба ҳаст аз чашмони ман ашк равон шуду гиря кардам. бачаи майда 5 сола. баъд бо ҳамин гиря хоб кардаму саҳар хестам не аз шишаи шикастаю, не аз кори чилаку, не аз дигар аз ёдам нест, ёди бачагӣ аз ёд рафтагӣ. баъд пурсидем ки падар куҷо ба? модар гуфтанд ки ҳамаи шумо хоб будитон, саҳарӣ бедор шуда ҳар яки шуморо бӯса карда ба Москва рафтанд. ба Москва рафтанд. мо бача бозӣ карда мегардим, аз вай чизо аз ёд баромад. баъд 3 рӯз гузашта буд ки ҳама дар ҳавлӣ буданд. модаркалонам, бобоям, модарам, бачаҳо. ман дар як кунҷи ҳавлӣ бозӣ карда мешитам ки акои калонӣ аз кӯча давида омада гуфтанд ки падарам омада истодаанд. ҳамагӣ 3 рӯз гузаштагӣ падарам омада истодаанд. ба гӯшам медаромад ки модарам мегуфтанд ки раҳимҷон ту ягон касро оё монанд кардӣ ба падарат? падарат 3 рӯз шуд ҳамагӣ ба Москва рафтанд. ин ҳеҷ номумкин аст. бо ҳамин гапҳое гӯш мекардиму дар дари ҳавлӣ падарам намоён шуданд. падарам намоён шудану ҳамин дар ҳавлӣ
نه به نزد پدرشون نه نزد مادرشون اومده اول مرا آغوش کردن. منم سخت آغوش کردم. گفتن که پسرم شما دیگر گریه نکنید، دیگر من گریه شما نبینم. بعد ما همون آغوششون که پیش پدرشون برفته همونجا شدیم. بابام گفتن که شریف جان این چی شد؟ 3 روز پیش به مسکو رفته که بودید برای دور، آیا شما از اسپیرانتور خارج کردن؟ چی شد؟ برای چی آمدید؟ پدرم گفتن که من 3 روز گفتن نه خوب کرده تونستم، نه خوراک خورده تونستم، نه کتاب خونده تونستم. همین در نظرم چشمی همین گیره آلودی همین نمی رفت، طاقت کردن نتونسته. گفتن آمدم. این همه خیر شدگی بود. بعد 3 روز مرا در همین جاگه خودشون آغوش کرده خواه رفتن و بعد از 3 روز رفتن با همه وقت میگفتن که دیگر گریه نکنید پسرم. بعد رفتن. بعد یک چند وقت کلان شدیم، کمتر کلان شدیم. همه حادثه رو یادآوری میکردم. مادرم میگفتن که با یک چیز نمیدونی پسرم، با یک چیز نمیدونی. وقتی که 3 روز نزدشون به توی گرفته خوب میکردن، تو خوب میکردی و تو به نگاه کرده بشتن. تا همین درجه من نسبت خودم مهر و محبتی پدرم رو از خردی از بچگی حس کرده بودم. این عموما از یاد نمی رود این حادثه ها. این لحظه ها در حیات بسیار هنمیخه پدر بودن. از خردی از بچگی کلان شدیم، من به وای رسیدیم. ما رو با روی پاک وجدانی از همه پیش میگفتن که پاک وجدان شویتون، با رفتار و کردار نیک، با خوش آدابی، با داشتن کتاب و آموختن علم، با وطن دوستی و با خلق خود وطن خود خدمت های شایان کردن ما رو تربیت میکردن و همه وقت میگفتن که پسرم به فرزندت اگر تو نصیحت کنی و اگر خودت من اجرا کرده نتونی و کار اجرا نمیشه. تمام عمر پدرم برای ما نمونه عبرت بودن، هم به گفتار، هم به رفتار، هم به مهر و محبت و رفتار نسبت پدر و مادر، خدمت پدر و مادر. ما هم از چی در حیات آموختیم از پدر آموختیم. میخواستیم که همه نوع مانند شویم، لیکن به پدر برابر شدن نمیشود. این دولت و حکومت کشور خدمت‌های ارزنده و فعالیت پرثمر مهنتی استاد شریف جان احمدوف را با مکافات‌های بلند دولتی قدرشناسی نموده است. از جمله با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از 4 سپتامبر سال 1998 با عنوان کارمند شایسته تاجیکستان سزاوار دانسته شد. سال 2001 برای رساله های تاریخ مختصر کمبینت کنسربراری شهر خوجند و تاریخ کارخانه شیشه براری شهر خوجند برنده جایزه به نام باباجان غفوروف گردید. اینچنین سال 2012 برای خدمت‌های شایان در تربیه نسل جوان، تیار کردن آموزگاران و متخصصان ساحه علم تاریخ و فعالیت پرثمر مهنتی و تشکیلاتچگی در حیات جمعیت سیاسی به عنوان شهروند فخری شهر خوجند سزاوار دانسته شد. در برابر این دوام فعالیت با ثمر خود
با 25 گراماتاهای فخری وزارت و اداره های اتحاد شوروی و جمهوری تاجیکستان قدرشناسی گردیده است. استاد شریفجان احمدوف با عمل و رفتار نمونوی و زندگی شایسته و عبرت بخش نام خود را در تاریخ نوین تاجیکستان ثبت کرد. در روزهای یادبود استاد اهل دوستان و پیوندان به زیارت او آمده با گذاشتن گلچنبر و خاطره های رنگین روح او را شاد نمودند. در همان لحظه ها بیت هایی در کتاب شریفجان احمدوف که با نام پیرهه های حیات پرثمر، زمان و آدمان به تب رسیده در مرقد همسرش قمرنسا احمدوف نوشته شده است وردی زبان گردید. دوستان وقتی گلی خار مرا یاد کنید، چون گلی سنگ ز کوهسار مرا یاد کنید. گر بخواهید که من خفته نباشم در خاک، با دل و دیده بیدار مرا یاد کنید. کار و عملهای شایسته استاد شریفجان احمدوف دوام عمر اوست. سعدیا، مرد نکونام نمیرد هرگیز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. بله، حق به جانب سعدی بزرگوار است. سالها و عصرها می گذرند، لیکن کار و عمل، خدمت‌های شایسته و زندگی عبرت بخش این فدایی علم و معرفت مرد نکونام و خیرتمند استاد شریفجان احمدوف هیچ وقت از خاطره ها فراموش نخواهد شد.